ازدواج اجباری آتش میزنن خود ما مبارزه میکنیم. I'm the voice of the girl, which is she committed suicide because she don't want to accept forced marriage. ما به خاطر زنایی که امروز در زندان طالبان به سر میبرن ما دادخواهی میکنیم. We are standing to fight for the rights of those girls where now they are under Taliban. ما به خاطر میلیون ها زنی که امروز در خانه های افغانستان با مشکلات روانی دست بر میکنن مبارزه میکنیم. We are standing with the women because of this mental situation, the crisis bring a lot of mental problem in Afghanistan. We are standing with them. ما به خاطر زنانی که امروز یک طفل خود بدون برقه و شفاخانه ورود شفاخانه برشان داده نمیشه ما مبارزه میکنیم. Our solidarity is with those women just because simply they didn't wear burqa and she lost her life and her child's life. We are standing with the solidarity with them. خبرنگار در افغانستان مدت 13 سال در رسانه کار کردیم. Her name is Fawzia Wahdat. She was working as a journalist for 13 years in Afghanistan. زمانی که طالبان آمد با وجود از اینکه دکترها و خبرنگارا آزاد بودن باید کار میکردن با حجاب، اما من از رسانه توسط طالبان منفک شدم و شعار مشاهدت رسید و دلیل از اینکه در اعتراضات اشتراک کردم و صدای آزادی را بلند کردم. She was being dismissed by Taliban just simply because she was standing in the demonstration against the Taliban to raise their voice. ما با یک کودک شما قربانی جنگ‌های امروز هستید. You are strong. Listen, our tears didn't say we are a victim. We are a survivor. We are. کودک 7 ساله فکر بکنین از مرز ترخم به پاکستان آمدم. قبل از اینکه من تلویزیون منفک شدم من بارها در جاده های کابل صدای آزادی را بلند کردم و فکر نمی‌کردم اینقدر طالب جنایت بکنه که اعضای خانواده بکشه و به زندان ببره. فکر می‌کردم شاید پناه به ما ضرر برسانه. I survived with my 7 years old child. I just crossed the border. I went to Pakistan. I couldn't believe Taliban will be that much brutal to kill my family member just because of what she stands for her rights. من واقعا بعد از حادثه شاورم قوی هستم و از این اشکایی که با میریزم من واقعا متنفر هستم. اشتاد هستم. She feel more power. I will stand for him as well. من اعتراضات من صدای آزادی خواهی من عدالت خواهی را استاپ نکردم. من در پاکستان اعتراض میکردم. در برلین من از زمان پای من در برلین ماندیم از 15 اگست که طالب به افغانستان آمده که ما اعتراض شروع کردیم تا اکنون که 3 سال از حضور طالب در کابل میگذره در افغانستان میگذره ما هنوز صدا بلند میکنیم در همه برلین. اما درد من این است که چطور هیچ کس صدای ما رو نشنید، چطور به طالب اجازه دادن به سفارت داخل شد. No matter when I was in Kabul, Pakistan or in Berlin, but I'm shocked and surprised why our loud voice was not been listened and they let Taliban to be even in Berlin, in Germany.
and then murdering while embassies. قاتلین مردم افغانستان اجازه دادن که بیاین در برلین. اینها دارن قشنگ از طالب حمایت میکنن. ما رو به نام از اینکه طالب شما رو میکش آوردن اینجا. بعد قاتل شوهر من آوردن در داخل سفارت. It's very difficult to see that those who they killed my husband, those group now sitting in our embassy in the heart of Europe. قاضی that بچه من your- 2000 حکم اعدام صادر کرده بود اومد اینجا اوراق It's really difficult, you know. I want you to ask because this is the question. In Germany, The judge who actually sent